قهرمان افسانه‌ای مسابقات ویمبلدون توی یه عمل جراحی به اشتباه بهش خون آلوده به ایدز تزریق میکنن، مریض میشه. طرفداراش از اقصا نقاط دنیا بهش پیام میدن. یکی اینجوری مینویسه که چرا تو؟ در جواب بهش میگه توی دنیا 50 میلیون نفر به ورزش تنیس روی میارن، 5 میلیون نفرشون ادامه میدن، 500,000 نفرشون این ورزش رو الگوی زندگیشون قرار میدن و 50,000 نفر حرفه‌ای این ورزش رو دنبال میکنن. 5,000 نفر وارد مسابقات میشن و 500 نفر وارد مسابقات ویمبلدون میشن و فقط 4 نفر میرسن به نیمه نهایی و 2 نفر به فینال. وقتی جام قهرمانی مسابقات ویمبلدون رو بالای سرم بردم، مگه از خدا پرسیدم چرا من؟ که الان ازش بپرسم.